برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود تماشابینان گرامی، در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکتی محمد با شما هستم. امیدوارم حال و احوالتان خوب است. امید به فردای نیک در قلب یکایک شما روز به روز زنده می شود. برای سهمگذاری بهر ساختن جامعه آزاد و دموکراتی بیش از پیش کوششتان زیاد شده ایستاده است. این بیداری شما خیلی رژیم امروز را به تکاپو آورده است. موضوع امروزه ما هم همین است. مسئولین هم اقرار شدند که همدلی و همکاری مردم با دیگراندیشان و آزادگان بیشتر شده است. حالا میخواهند مردم را ترس دهند، ولی هیهات اینها بیخبر از آنند که کیها کاسه صبر لبریز شده است. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان ادعا کرد در یک ماه اخیر 10 نفر گویا شهروندان کشور از سوی نهاد زیرتابعش با جرم همکاری با جنایتکاران و اغواانگیزانی که در خارج کشور قرار دارند دستگیر و حبس کرده شدند. در همین حال مخالفین به این نظرند که مقامات تاجیکستان بیشتر افراد بیگناه را بازداشت میکنند. دادستان کل دعوا کرد تنها در داخل مملکت یک ماه اخیر 10 نفر شهروندان تاجیکستان که در همکاری با افراد جنایت پیشه و اغواانگیز قرار داشتند و معلومات‌های بردروغ اغواانگیزی بر ضد جمهوری تاجیکستان به آنها ارسال می‌کردند دستگیر و حبس کرده شدند. اما فعال سیاسی محمد اقبال صدرالدین مدیر سایت اصلاح که بیشتر به فاشکاری جنایت‌های منصبداران مشغول است میگوید بعد اعتراض‌ها یا رسانه‌ای شدن خبر جنایت مقامات افراد بیگناه را با این اتهام‌ها بازداشت می‌کنند تا نتیجه کار نشان دهند. کاری یوسف رحمان هم همین است. کیم کدام بیچاره بیگناه را آورده است میگوید این کار را همینا کردند. برای مثال در یک پخش اضطراری شام گذشته گفت که بعد پیدا شدن نوشته های استعفا امام علی رحمان در دیوارهای مکتب 36 پایتخت وزارت کارهای داخلی 25 نفر را بازداشت کرده است، اما هیچ کدام از آنها در این کار دست نداشتند. محمد اقبال صدرالدین گفت که من همین 1 ساعت پیشتر با نفری که این شعارها را نوشته است صحبت کردم. او در آزادی و در دوشنبه است و از رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخل خواست همه بازداشت شده ها را آزاد نماید. به گفته محمد اقبال صدرالدین بیشتری بازداشت شده ها آنهای بودند که یکی از نزدیکانشان با اتهام در زندان قرار دارد. شما نمیبینید خوب رمضان رحیمزاده دشمنی اویلا، ولی شورخ کو دشمن رستم نیستی کو خیته یک بار تحقیق که همون نفرها یگون نفرش ننوشتن این نفرها یگان نفره که بازداشت شده است 25 نفر اصلا ننوشتن. من صحبت داشتم 3 ساعت قبل که وضع چطور است، گفت خوبم الحمدلله در دوشنبه هستم یگان مشکل ندارم. در حال شما 25 نفر بیگناه بازداشت کردید بردید در وزارت کارهای داخلی اونها را میزنید و وقتی با گنرال برام گفت که 25 نفر بازداشت شده چند نفر خشت براشون اومدن که آخه برای چی اینا را شما بازداشت کرده؟ گفتن اینها را ما تا 15 روز یعنی بازداشت میکنیم و پس از اون اینها را ما سر میتیم. یعنی چی گفتنی؟ چی مقصد دارید شما؟ چرا مردمی بیگناه بازداشت میکنید میزنید؟ من شهادت داده ایستادم که اونها ننوشتن. اونایی که نوشتن در مکتب 36 اونها را من میشناسم. بعد این دعوت محمد اقبال صدرالدین در زیر پستش رشیدیان فیک افسر فرمه جواب نوشت که اگر اون نفر گناهکار را به مقامات سپارد بازداشت شده ها آزاد می شوند. بیشتری کارشناسان بر این نظرند که رشیدیان از افسرهای بلندپایه کمیته دولتی امنیتی ملی است، چون معلومات نشر می کند که تنها افسران خاص در این نهاد با آنها دسترسی دارند. برخی او را حتی خودی یتیموف میگویند. یتیموف خودش است میگویند همین رشیدیان. اما دادستان کل چی میگوید؟ میگوید که وقتهای آخر هجوم‌های اطلاعاتی از جانب افراد اغواگر
و جنایتکارانی در خارج از کشور بوده زیاد شده است. خود دیغواگری. یوسف رحمان در این نشست مطبوعاتیش تاکید کرد که در آینده نیست کسی که به منفعت خائنان ملت، خودت خائن ملت و بر ضد منفعت مردم تاجیکستان کار فعالیت میبرد، شخصیت آنها آشکار گردیده حتما به جوابگری جنایتی کشیده میشوند. در دوام صحبتش دادستان کل یوسف رحمان گفت که این طایفه میخواهند بدبختی سال 1992 را به تاجیکستان آورند و ناآرامی ها را نیز به وجود آورند. اینها فقط بیچاره مردم را از همین سال 1992 میترسونند. فقط خودشان دلدرک هستند، سرچرخک و دلگمک هستند. از همین سال 1992 اینقدر میترسند، میخواهند مردم را هم بترسونند. سال 1992 را ندیدگی جوانها قدم به سی ماندند. دیگه برایشان افسانه است. دیگه نمیتونه امروز قشر جوان را از سال 1992 ترساند. فقط همین که دستگیر شما باشد و در یگان دانشگاه کالج شما تحصیل کرده ایستاده باشد و از بهانه ماندن و زچات نماندن ترسانید گپ شما را حق خوب بگوید. دیگه تمام شما. یوسف رحمان میگوید به همین راه کوشش میکنند که مردم را جلب کنند، ولی ما هیچگاه به این راه نمیدهیم. به کجا راه نمیدهید؟ راه شما چی است؟ کدام راه است که شما به این راه نمیدادید؟ شما راه را نمیدانید در کجا است. حالا در این باره گپ میزنم من. ببینید چی میگه. ما همه راه و واسطه تاثیررسانی را اندیشیده ایستاده ایم که تاثیررسانی افراطی آنها به مفکوره مردم کمتر شود. دادستان کل میگوید که کسانی که با آنها در داخل و بیرونی مملکت همکاری دارند ما آنها را معین کرده ایستاده ایم. کجا معین کرده ایستاده؟ فهم و فراسات معین کردن حالا شما با یک 10-12 سال دیگر هست به این درجه رفته رسیدن. دیده ایستاده. حالا ذکر میکنیم انشاءالله. ببینید در همین حال ماه‌های اخیر رسانیدن معلومات به مخالفین و رسانه‌های آزاد مخالف از طرف کارمندان مقامات و مردم به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. از تگ بینیتان معلومات فرستاده ایستادند. از تگ بینیتان. دیروز بود یا پریروز بود یک نفر با من صحبت داشت. میگوید اگه میخواهی از تلویزیون شبکه یکم تاجیکستان برآمد کنی، من همین خیلی به تو پیوندها رو میفرستم، کدها رو میگیرم، از شبکه یکم تو رو نشان میدم. این خیلی انسان ها با ما مناسبت کرده ایستادند. هوشتان در جایش. حالا ببینید در مردم نه ترس مانده است نه هراس مانده است. ما آنها را احتیاط کرده ایستادیم. صدها صدا، صدها نوار در ما هست که آنها را پخش کنیم ضرری آنها می شود. خودشان پروایی ندارند. ما پروا کرده ایستادیم که با آنها ضرر نرسد. در دستمون ایستاده است. ببینید شما با کی بازی کرده ایستادید؟ با مردم. مردم از بحر ترس و هراس کیها گذشته است. صدها نوار وجود دارد که مردم از نشان میدهد مردم از بحر ترس و هراس کیها گذشته است. نوار گرفته فرستاده است. میگوید همین رو پخش کنید. وقتی پخش میکنیم به خودش به عائله‌اش میدونیم که ضرر میرسد. ما همین رو پروا کرده ایستادیم، پروا ندارد. شما خستید که خوابید. ببینید هر روزه پیدا شدن نوشته ها با طلب استعفای امامعلی رحمان از سراسر کشور خبرها میرسند. ظاهرا افزایش ناراضگی مردم و برخی کارمندان مقامات ما فهمیده ایستادیم که شما را سخت آشفته کرده است. کارشناسان میگویند که مقامات تاجیکستان امکان فنی معین کردن آنهایی که با مخالفین همکاری میکنند ندارند و این روند در آینده افزایش بیشتری خواهد داشت. یا بده گیرید
مقامات تاجیکستان باشد همیشه حرفای میزنند که در اکثر وقت به هم ضدیت دارند. همیشه یک نهاد ناخواسته دیگرش را تکذیب میکند و حتی در داخل یک نهاد این اختلاف ها به نظر میرسند. ببینید دادستان کل دعوا میکند آنهایی که با مخالفین همکاری میکنند بازداشت کرده است. همینطور یعنی گویا مقامات تاجیکستان به پیامک رسان ها دسترسی دارند و میتوانند آن را پیگیری کنند. بله؟ اما خدمات علاقه تاجیکستان دیروز ضمن نشست مطبوعاتی اعلان کرد که مسئله راه فرستادن پیامک ها بر ضد محمد اقبال صدرالدین را در همکاری با مقامات حفظ حقوق کشور تحقیق دارند. حالا تحقیق دارند. الهام جان عطایف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی این گونه پیامک ها را سپم نامید و یادداشت شد که در گذشته نیز چنین حالت ها نیز به قید گرفته شده بود. عطایف گفت که این در کشور بار اول نیست. اگر در یادتان باشد با دو سه پیامک متاسفانه تمام مردم تاجیکستان را به بیرون برآوردند که زمین لرزه پرشدت می شود. بار دوم آید به داروپاشی قبل از پاندمی بود. در جریان کار به شما اطلاع می دهیم. گپ عطایف را شنیدید؟ ماه دکبر سال گذشته برای صدها نفر مشتریان برخی از شرکت‌های موبیلی در تاجیکستان پیامکی بدنام کننده درباره فعال مخالفین محمد اقبال صدرالدین ارسال شده بود. این پیامک ها توسط پیامک رسانی شبکه‌های موبیلی ارسال شدند و یافتن ارسال کننده آن برای شبکه‌های موبیلی از جمله دادستانی و دیگر مقامات آسانتر از هر کار است. اما با گذشت یکی ماه گویا ارسال کننده را پیدا نکردند و دعوا میکنند که به پیامک رسان‌های اینترنتی دسترسی دارند و 10 نفر آنهایی را که با مخالفین همکاری میکنند بازداشت کردند. سوال مطرح این است که وقتی نمیتوانند نفری را پیدا کنند که با استفاده از پیامک رسان‌های داخلی شبکه‌ای به هزارها نفر پیامک روان کرده است، چگونه به پیامک رسان‌های بین المللی و حمایه شده توانستند دسترسی پیدا کنند؟ جواب هست می؟ متخصصان ساحه میگویند حتی در حالت سپم بودن پیامک‌های داخلی شبکه‌ای پیدا کردن فرستاننده آن کاری سهل است، یعنی آسان. اما معاون رئیس خدمات علاقه لینک نوار را سپم مینامد که بعداً عیناً همین نوار در فیلمی مسخره‌ای ساخته کمیته دولتی امنیت ملی و تاجیک فیلم با نام بی‌شرفی استفاده شده است. حالا اگر سازنده آن نوار معلوم نیست و کمیته دولتی امنیت ملی او را نمیشناسد و آن را چون سپم روان کرده اند، بر کدام اساس و حق تاجیک فیلم کمیته دولتی امنیت ملی از آن استفاده کرده است؟ کنی جواب گوید چه؟ هم متهم ها بازداشتی محمود آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات که دادستان کل در همین نشست مطبوعاتیش لطوکوب شدن او را رد کرد، به این دعوای او مبنی به نظارت شبکه ها مخالفت دارد. مسخره را بینید، شرمندگی اینها را بینید. پیامک رسان های محمود آدینایف از جمله صحیفه فیسبوکیش 2 روز بعد ناپدید شدن فعال بود تا 2 روز هم 2 روز دیگر. پیدا کردن نفر با معین کردن جای تلفنش از ساده ترین کار هاست که مقامات انتظامی و امنیتی 20 سال است از آن استفاده میکنند. در اکثر کشورها این چیز رایج است. GPS میگویند. اما مقامات تاجیکستان آدینایف را با گذشت بیش از 1 هفته آن هم بعدی به نشست مطبوعاتی رفتن یاردمچیش بازداشت کردند. اینجا هم یکی از این حالت هاست. یا مقامات او را در همان روز اول بازداشت کرده بودند و دروغ میگفتند، یا
امکان استفاده از عادی ترین تکنیکی 20 سال قبل به میان آمده را ندارند. این اختراش دویمش نه حال فراست استفاده جی پی اس رو هم ندارد. همین امکان خیلی زیاد است. یک منبعی ما قبلا گفته بود که مقامات تاجیکستان با کمک یکی از کشورهای شریک استراتژی دستگاه‌های پیشرفته خریداری کرده است، اما یگان نفر متخصص ندارد تا از آن استفاده کند. ولی حتی با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه‌ها نیز دستیابی به برخی پیامک‌رسان‌ها ناممکن است. دروغ و واهمه پراکنی بودن این دعوای دادستان را این هم ثابت میکند که تا حال هیچ نفری که با ما همکاری داشت بازداشت نشده است. حتی ذره ترس در قلبشان پیدا نشده است. مناسبتشان روز به روز بیشتر می شود. مدیر اصلاح محمد اقبال صدرالدین هم میگوید هیچ منبع او تا حال افشا نشده و به همکاری هایشان ادامه میدهند. مولی رهبر دیپارتمنت اطلاعاتی پیمان ملی تاجیکستان تیمور ورقی نیز به ما همین خیلی گفت که تا حال هیچ نفر از آنهایی که از داخل تاجیکستان با ائتلاف مخالفین همکاری دارد شناسایی یا بازداشت نشده است. یا بدید شما دیگر اکنون این افسانه هایتان را میروید در خانهتان در سر بالشت کودکانتان میخونید، نقل میکنید. دیگر این افسانه های شما به عصر 21 نمیخورد. یا اینکه سر را خم کرده آموزید، به کشورهای مترقی به تجربه آموزی روید، یا اینکه جای را خالی کنید. عصر 21 است. شرم نداشتید وقتی همین گپ را به مردم گفتند؟ شرمنده ها. تماشاگران گرامی، دادستان کل تاجیکستان در نشستی مطبوعاتیش محمورات ادینایف را در بازداشتگاه لطوکوب شدنش را رد کرد. خود ادینایف در آخرین مرافعه دادگاهی گفته بود لطوکوب شده ستون مهره‌اش آسیب دیده است. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان روز 2 فوریه در نشست خبری گفت لطوکوب شدن ادینایف اساس ندارد. گپ لطوکوب شدن او دروغ است، اغوا است. اغوا؟ قبلا در آخرین مرافعه دادگاهی محمورات ادینایف و روزنامه‌نگاران گفته بود او را زده اند و ستون مهره‌اش آسیب دیده است. نزدیکانش نیز گفتند که او شکنجه شده به زور به پای راست می ایستاد. حتی به مرافعه سعودی 2 نفر از دو دستش داشته آورده اند. نتوانسته از خودش راست بیستد. اکنون در این مسئله کی راست میگوید؟ دادستان کل یا محمورات ادینایف؟ قضاوت به شماست تماشابینان گرامی. این بود برنامه امروزه دیدگاه. برای پیگیری بیشتر از برنامه‌های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما ابونه شوید. در کانال تلگرامی ما دوام روز برچسب تمام مطلب‌های پایگاه اطلاعاتی پیام نقطه نت، برنامه‌های ویدیویی کانال یوتیوبی پیام تیوی، برنامه‌های رادیویی پیام گذاشته می‌شوند. همچنین در رادیوی پیام دوام روز هر نیم ساعت با زبان تاجیکی، روسی و ازبکی از رویدادهای تاجیکستان و جهان خبر داده می شود. چندین برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز در رادیوی پیام پخش می شوند که امیدواریم پسند شما می گردد. ضمیمه رادیوی پیام هم برای تلفن‌های هوشمند اندروید و هم آیفون در پلی مارکت و اپ استور قابل دریافت و نصب است. با امید دیدار در روز دیگر خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.
پیام. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.